میگن در جنت زن شوهر یک جای نمی باشن. چرا؟ به همون خاطر خونجه را جنت میگه. اگه شما اونجا باشین خونجه را بر ما دوزخ جور میکنین. بچهش از نماز جمعه مانده. چرا چی شده؟ در مسجد بودم، ملا صاحب گفتم تلفن‌هایتون رو خاموش کنین. من رفتم خانه تا تلفن خاموش کردم، پس آمدم نماز تیر شد. دیروز به رفیقم 20 بار زنگ زدم، کارش داشتم، جواب نداد. آخر برش مسیج کردم، گفتم یک دختر شماره تخواست ثبت میانه. حال از دیروز تا حال 120 بار زنگ زده، ای جواب نمیتم. بخشش باشه بیادر تا می چوک چند میری؟ تا چوک 50 روپه میشه. خواه اگه می بوجه یک آردم قدیم ببری چند؟ خیر بوجی آرد تا مفت میبر. خیلی از خیرت می بوجه آرده ببر، ما پیاده میرم. تو چطور تانستی نیمه شب از قفل زنجیر تشه و داخل خانه شوی ها؟ آمر صاحب، من اینجا آمدم که محکمه شوم، نه ای که برای تو کورس آموزشی رایگان دایر کنم. این خره چرا دستن فاوردی نه؟ استاد شما گفته بودین که زیاد قرار انسان کردیم. من فکر کردم که زندگی از یوم جور شد. من مقبول هستم. کدام زمان است بچه؟ استاد زمانی است که شما کاملا دروغ میگین.